هنوز اینجا نشستم. من یوتیوب کسکشو هنوز اون پول مولشو وصل نکردم. من لایو منو توی اینستاگرام نمیذارم، نه به خاطر چیزی که، به خاطر اینکه من صحبت کسکون و کیروخواهی میکنیم دردسر میشه. توی یوتیوب میذارم. فعلا یوتیوب هم داشت پول مولشو وصل نکردم. اصلا چیزی هم من بلدم نیستم یوتیوب و اینا که باید چی باید بکنی و اینا. لایو رو بعدا میذارم تو یوتیوب. بعدا دایی با بچه من اونجا یوتیوب از من سوال میکنه که این به درد 18 میخوره یا بالای 18. منم همیشه میزنم که به درد زیر 18 نمیخوره اینا فلان اینا. بعدا میذارمش توی یوتیوب. خارکوسه گیرپاچ کردیم. لایو رو میذارم توی یوتیوب. بعدا یوتیوب دیگه همین دیگه. آره